ختم نبوت که با بعثت حضرت محمد ابن عبدالله به عنوان آخرین پیامبر الهی در تاریخ 27 رجب سال 40 عام الفیل رخ داد، نخستین نشانه آخر الزمان به شمار می رود. با وفات پیامبر اسلام در 28 صفر سال 11 هجری، جهان اسلام دچار بحران معنویت می شود، طوری که حتی به دختر پیامبر اسلام هم اهانت می شود و او در سن 18 سالگی به شهادت می رسد. این بحران منجر به پرپر شدن فرزندان و جانشینان رسول خدا یکی پس از دیگری می شود که فجیع‌ترین و دردناکترین آنها شهادت امام حسین علیه السلام در 10 محرم سال 61 هجری به شمار می رود. سپس اختلاف و درگیری با ظهور فرقه های مختلف در جهان اسلام شدت گرفته و منجر به قتل انسانهای بیگناه، ایجاد فقر و قحطی و ناامنی می شود. اما خداوند همواره یاری رسان مؤمنان است. در این بین با ظهور دجال مردم جهان غرق در گمراهی و فریب می شوند، به طوری که فقط با نظاره آن مسحور می گردند. ناگهان بانگی در آسمان می پیچد و جبرئیل با صدایی بلند مژده ظهور منجی بشریت را می دهد. سرانجام پس از هزاران سال انتظار، مهمترین رخداد آخر الزمان اتفاق می افتد و مهدی موعود 12مین امام شیعیان به عنوان منجی بزرگ بشریت ظهور می کند. از سوگند به صبح ظهور.